فرمانده کل ارتش در بازدید از توان رزم یگانها و تیپ‌های متحرک هجومی در غرب کشور گفت همه تحرکات دشمن را به دقت رصد می‌کنیم و به هر شرارتی با قاطعیت پاسخ می‌دهیم. غرب ایران یکی از پایگاه‌های هوانیروز ارتش. حضور فرمانده کل ارتش برای بازدید از آمادگی و توان رزم یگانها و ناوگان بالگردی، نتیجه سالها پژوهش متخصصان ارتشی در سایه تحریم‌ها. بازدید از بالگردهایی که همه قطعات آن ساخت داخل است، بدون هیچ گونه وابستگی به خارج از ایران. یکی از این بالگردها آماده شده برای پرواز. سرلشکر حاتمی کنار خلبان می‌نشیند و بالگرد با حضور فرمانده کل ارتش آزمایش می‌شود. پشتیبانی از مجموعه یگانهای غرب کشور توسط هوانیروز انجام میشه. بالگردهایی که بزرگترین ناوگان بالگردی غرب آسیا را شکل دادند، مجهز به موشک ضد زره شفق با توان انهدام زرهی‌های دشمن در فاصله 20 کیلومتری و کروز هواپایه حیدر با توان انهدام دقیق اهداف دوربرد تا 200 کیلومتر فاصله. این بالگردها پشتیبان خوبی اند برای یگانهای زرهی نیروی زمینی ارتش که حالا آماده مقابله با هر تهدیدی هستند. سرلشکر حاتمی از این تیپ‌های متحرک هجومی ارتش هم بازدید داشت. ارزیابی توان رزم این یگانها در نقاط صفر مرزی در دستور کار فرمانده کل ارتش است. همش نشون میده که آمادن با یک خطری در واقع مقابله جدی برای پیروزی انجام بده. سرلشکر حاتمی میگوید توان رزم نیروی زمینی و هوانیروز در شرایط جنگ و صلح حفظ شده و ارتقا پیدا میکند. برای درگیری با هر گونه متجاوز در غرب و شرق، مثل 8 سال دفاع مقدس که به تقابل با قوای دشمن رفتند و از هوا و زمین اینطور زمینگیرشان کردند. الان ما در منطقه گردنه 4 زبر، اینجا محلی است که نیروهای مزدور منافقین با اولین مقاومت مردم دلاور و بسیجیان جان برکف ارتش ایران و تیزپروازان هوانیروز روبرو شدند. این عاقبت هر متجاوزی است که بخواهد گوشه چشمی به مرزهای ایران داشته باشد. این سزای خائنین به اسلام، ایران، قرآن و مردم مسلمان و انقلابی ایران سرفراز است. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.